فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادر عزیزمون پرسیدن که کسی که نماز تراویح رو به امامت امام مسجد النبی از طریق تلویزیون با صدا تلویزیون جلوش بذاره اقتدا بکنه به امام مسجد النبی، درسته؟ یکی از شرایط اقتدا اتصال مکانی هست که باید، یعنی از نظر مکانی باید با امام نزدیک باشه و حتی در داخل مسجد که اگر به اصطلاح یک نفری در یک گوشه از مسجد ایستاده مثلا اقتدا کرده، مثلا جلوی چندین صف خالی هست، رو این علما بحث دارند که این اقتداش اقتدای درستی نیست و اگر میخواد با امام به امام اقتدا بکنه باید برود در کنار و در یک از این صفها بیستد. پس بنابراین کسانی که از جاهای خیلی دور، مسافت‌ها کیلومترها و هزاران کیلومتر میخوان اقتدا بکنن به مسجد النبی یا به مسجد الحرام، این امر جایز نیست و این اقتدای درستی نیست. خودشون در داخل منزل خودشون به صورت فرادا، اگر چند نفر هستن به صورت جماعت، میتونن به هر اندازه که تونستن نماز تراویح را خودشون اقامه بکنن و اقتدا به حرمین شریفین یا هر مسجد دیگر از راه تلویزیون یا گیرنده ها جایز نیست.